عزیزان والدین، در این ویدیو به شما توضیح می دهیم که چه فرصت‌هایی برای مشارکت در یک مهد کودک در زاکسنان حالت دارید. من آنتونیو پیرز هستم، 34 سالم، من خودم مادر یک دختر 2 ساله کوچک هستم. یعنی من هم در حال حاضر در این موضوع قرار دارم. به عنوان والدین، شما بهترین شناخت را از فرزندتان دارید. بنابراین مشارکت شما برای کار آموزشی در مهد کودک بسیار مهم است. به همراه کارشناسان آموزشی، شما فرزندتان را در مسیر آموزشیش همراهی و حمایت می کنید. علاوه بر این، فرصت‌های زیادی برای شما وجود دارد که در مهد کودک در جشن‌ها و رویدادها، در گروه‌های کاری و فعالیت‌های داوطلبانه و مثلا از طریق کمک‌های مالی مشارکت کنید. اگر ایده‌هایی دارید که چگونه می‌توانید مشارکت کنید، حتما با مدیریت مهد کودک صحبت کنید. نمایندگان والدین نقش مرکزی و ویژه‌ای دارند. هر 2 سال یک بار در یک مهد کودکی یک هیئت مشورتی انتخاب می شود که از حداقل 4 عضو تشکیل شده است. این هیئت شامل 2 یا چند والد، مدیریت آموزشی و یک نماینده از نهاد برگزار کننده است. علاوه بر این، یک نمایندگی والدین برای شهرداری انتخاب می شود. هیئت مشورتی به طور منظم ملاقات می کند، به نهاد برگزار کننده مشاوره می دهد و می تواند در مسائل مهم تصمیم گیری کند. در سال 2001 قانون حمایت از کودکان در ایالت زاکسنان حالت حقوق گستردهایی برای والدین در زمینه شنیدن، مشاوره و مشارکت در تصمیم گیری فراهم کرده است. هیئت مشورتی والدین را مطلع می کند و به عنوان پل ارتباطی بین نهاد برگزار کننده، مدیریت و والدین عمل می کند. به عنوان مثال، می توان در مورد سوالات مربوط به تجهیزات مهد کودک یا مجوزهای استثنایی برای پذیرش‌های اضافی نظرخواهی کرد. علاوه بر این، در مورد موضوعاتی مثل کار آموزشی و تربیتی، پروژه‌های مدل، فراینده پذیرش یا هزینه‌ها مشاوره می‌دهد. در موارد خاص، موافقت فعال هیئت مشورتی ضروری است. مثلا برای تغییرات در مفهوم آموزشی مهد کودک، ساعات کاری و روزهای تعطیلی یا در مورد تغذیه و هزینه‌های مربوط به آن. علاوه بر این، هیئت مشورتی حق مشارکت دارد وقتی که قرار است مشخص شود آیا صلاحیت جسمانی یک کودک پس از بیماری باید با یک گواهی پزشکی تایید شود یا نه. هیئت مشورتی مهد کودک را به عنوان یک کل در نظر می‌گیرد. این فعالیت به صورت داوطلبانه است و به طور قابل توجهی به کیفیت کار آموزشی و همچنین به اعتماد والدین به مهد کودک کمک می‌کند. یک برخورد با ارزش، آمادگی برای سازش، صداقت و اعتماد پایه‌های مشارکت در نمایندگی والدین را تشکیل می‌دهند. امیدواریم این ویدیو به شما یک دیدگاه خوب درباره حقوق و امکاناتتان در مهد کودک بدهد. لطفاً ویدیوهای بیشتری را در کانال ما تماشا کنید تا اطلاعات بیشتری درباره مهد کودک‌ها در زاکسنان حالت به دست آورید.